برخی قبول می‌کنند با این روش آشنا شوند و برخی نمی‌پذیرند و برخی بهانه می‌آورند که ما خیلی خسته‌ایم. روش او در نظر من بسیار نامعمول بود. او با اشیا هم حرف می‌زد. باور کردنش برای من دشوار بود. البته در فرهنگ‌های باستان معتقدند که اشیا زنده اند و مانند انسان‌ها با آنها برخورد می‌شود. به طور مثال جیم پتفایندر در کتابی با عنوان پاکسازی هم این مسئله را مطرح می‌کند و معتقد است انرژی‌های محبوس در مکان‌ها و اشیا نیز وجود دارد. اگر علم فیزیک را بپذیریم و طبق این اصل آنکه چیزی جز انرژی وجود ندارد رفتار کنیم، می‌پذیریم که اتاق و اشیای آن نیز زنده‌اند و احساس دارند و ما می توانیم با صحبت کردن با آنها انرژی های موجود در آنها را تغییر آرایش دهیم و به شکلی تازه و ناب در بیاوریم. این انرژی آنچه ما بر آن نام ماده می گذاریم را شکل داده. از این رو خیلی هم احمقانه نیست که تصور کنیم تالارها و صندلی‌ها نیز احساس دارند. ولی آیا تالارها و صندلی‌ها پاسخ نیز می دهند؟ در آن زمان آمادگی این یکی را دیگر نداشتم. دیگر دکتر هول در کنار من ایستاده بود و از پنجره به افق در مرکز شهر نگاه میکرد. ساختمان‌های بلند، عمارت فرمانداری و افق به نظرم خیلی زیبا می آمدن. ولی نظر دکتر هول مانند من نبود. او گفت سنگ قبرهایی میبینم، شهر پر از مرده است. گویی همه مردند. دوباره به شهر نگاه کردم تا ببینم آنچه او میبیند را من میتوانم ببینم. من فقط یک شهر می‌دیدم. باز هم دریافتم که دکتر هول در هر لحظه از هر دو طرف مغزش استفاده می‌کند و از این رو سازه‌ها را به صورت استعاری می‌دید و همانطور که انسان‌ها را می‌دید با آنها حرف نیز می‌زد. ولی من اینطور نبودم. گویی با چشمان باز به خواب رفته بودم. من با یک طرف مغزم و فقط سازه‌های فیزیکی را می‌دیدم. تقریباً نیم ساعت در آن سالن بودیم. در این مدت دکتر هول به پاکسازی مشغول بود. مرتب به اتاق میگفت دوستت دارم و در آن قدم میزد. گوشیش را برداشت و به کسی زنگ زد و به مخاطبش گفت که در سالنی است که شب بعد سخنرانی دارد و به توصیف گوشه سالن پرداخت. در پایان از کسی که آن طرف خط بود خواست که الهام قلبیش را درباره آن سالن توضیح دهد. او الهام قلبی دکتر هول را تایید کرد. دکتر هول پس از تماسش رو به من کرد و گفت دوستم میگوید که اگر به تالار عشق بورزیم به ما اجازه خواهد داد که در آن شام بخوریم. چطور باید به او عشق بورزیم؟ پاسخ داد فقط به او بگو دوستت دارم. به نظر احمقانه می رسید. اگر کسی سخنان ما رو می شنید چه فکری راجع به ما می کرد؟ قطعاً تصور می کرد ما دیوانه ایم. به تالار بگویم دوستت دارم؟ حداکثر تلاشم را به کار بستم. قبلا آموخته بودم که برای کارایی جمله دوستت دارم نباید آنها را حس کنید و فقط کافی است آن را بر زبان بیاورید. از این رو همین کار را کردم. اگر چند بار این جمله را بگویید به تدریج آن را حس خواهید کرد. دکتر هول در توضیح صحبت‌های قبلش ادامه داد خاطرات یا الهاماتی که در هر لحظه بر ذهن انسان وارد می شود تأثیر فوری و قطعی بر هر چیزی از انسانیت گرفته تا مواد معدنی، سبزیجات و حیوانات دارد. وقتی روح الهی خاطره‌ای در ذهن ناخودآگاه کسی را به صفر تبدیل می کند، در تمامی ذهن‌ها در ناخودآگاه به صفر تبدیل می شود. به حالت و وضعیت خلا برمیگردد. سپس او مکسی کرد و بعد ادامه داد جو، آنچه در هر لحظه در روح تو به وقوع می پیوندد در همان زمان در همه ارواح اتفاق می افتد. چقدر عالی است که این را بدانیم و بپذیریم. ولی از آن بهترین است که می توانی از خالق الهی بخواهی که این خاطرات را در ذهن ناخودآگاهت به صفر تبدیل کند و ذهن تو را به حالت خلا برگرداند و آنها را در روح تو و همه ارواح دیگر با افکار، کلمات، کردار و اعمال الهی جایگزین کند و به عبارتی قلب تو را لبریز از عشق به خودش بکند. پس از شنیدن این سخنان مغز من دیگر گنجایش نداشت. بنابراین هیچ حرفی به او نزدم. فقط می توانستم با خودم بیاندیشم که دوستت دارم. صرف شام با روح الهی. هوآپونوپونوی امروزی شده فرایندی از توبه، بخشایش و تحول است و در آن از روح الهی تقاضا می شود که انرژی های سمی را با وجود خودش خنثی کند. روح الهی با جریان یافتن در ذهن و وجودش در آن این کار را انجام می دهد.
و آغاز آن از ذهن روحانی یا همان خود برتر و ذهن فراآگاه است. سپس این جریان به سوی ذهن هوشمند و خودآگاه ادامه پیدا می کند و آن را نیز از انرژی های سمی پاک می کند. در واقع این کار را لایه لایه انجام می دهد. در نهایت به ذهن احساسی یا همان ناخودآگاه می رسد. افکار را از احساسات سمی پاک و آنها را از خودش آکنده می کند. ایهالیا کالاهول. در بین دوستانی که برای این سمینار ثبت نام کردند، حدود 100 نفر در این ضیافت دوستانه حضور داشتند. این افراد از شهرهای مختلفی مانند نیویورک، آلاسکا و غیره آمده بودند تا از سخنان این استاد خاص و نامعمول بهره بگیرند. آنها از راههای دور و نزدیک آمده بودند و این مسئله نشان می‌داد روش دکتر هون برای افراد بسیاری جذاب است و بسیاری کسانی که بخواهند با او و تکنیکش آشنا شوند. البته باید به این مسئله نیز اشاره کنم که تعدادی از افرادی که در این ضیافت شرکت کرده بودند طرفداران کتاب‌های من از جمله عامل جذب بودند و مشتاقانه با تجربیات من پیش می آمدند و در این مرحله هم در صدد بودند همراه من باشند. تعدادی نیز کنجکاو بودند دکتر هون را بشناسند. اما من با این فضا احساس راحتی نمی کردم. نمیدانستم چطور بحث را پیش بکشم و چگونه و از کجا شروع کنم. این کار برای من برخلاف همیشه بسیار دشوار بود. اما دکتر هون با این فضا بسیار راحت کنار آمد. در ابتدا شامش را خورد و بعد هم به سخنرانی برای حاضران پرداخت. سخنان او برای شرکت کنندگان جذاب و تازه بود و آنها با دقت به صحبت‌هایش گوش می‌دادند. آنچه در پی می‌آید شرح ماجرا از زبان یکی از دوستانم به نام سیدنی کشمن است. او در صدد است با ازدواج در فضا نام خود را بر سر زبانها بیاندازد و نخستین کسی باشد که این کار را می‌کند. شنبه 15 فوریه 2005 بود. آن روز تصمیم گرفتم در جلسه سخنرانی دکتر هون شرکت کنم. بنابراین به محل برگزاری سخنرانی واقع در مرکز شهر آستین رفتم. من برای آنکه چیزی از حرفهای او را از دست ندهم برای شام سر یک میز کنار او نشستم. پیامش این است که 100% مسئولیت پذیر باشید. متوجه برخی تغییرات اساسی در انرژی جسمم شدم. زنی که بر سر میز ما بود دائما بر سر مردی غر میزد که چرا وقتی دچار حمله آسم شده بود به بیمارستان زنگ نزده. دکتر هول درنگی کرد و گفت به شخص شما علاقه دارم و شنیدم که می گفتید اگر آب بیشتری بنوشید به بهبودی آسم کمک خواهد کرد. من در حین شنیدن صحبت‌های این زن با خودم گفتم این زن انسانی است که عاشق سرزنش کردن است و اشتباه مرد تقصیر خود زن است. من از چنین افرادی خاطره خوبی ندارم و سعی می‌کنم از آنها فاصله بگیرم. اما با وجود تمام این قضاوت‌هایی که پیش خودم می‌کردم، ناگهان متوجه شدم انرژی زن با شنیدن صحبت‌های دکتر هول به سپاسگزاری و تشکر تغییر کرد. در واقع دکتر هول انرژی مثبت را در وجود او به جای انرژی منفی قرار داد و این مسئله بود که مرا به وجد آورد. سپس بطری آبم را از کیفم درآوردم و با اشاره به آب هتل به دکتر هول گفتم آب اینجا چندان تعریفی ندارد و خوب نیست. حالت خاصی در چهره دکتر هول نمایان شد و گفت میدانی این حرف چه پیامدی دارد؟ متوجه اشتباه هم در سخن گفتن شدم و فهمیدم انرژی منفی به آب دادم. این مرتبه چندمم بود که به من تذکر میداد و سخن اشتباه هم را به من یادآوری میکرد و من به خاطر راهنمایی‌های گاه و بیگاهش از او متشکرم. در واقع به من میگفت که همواره در حال پاکسازی خودش است و وقتی هم که آن زن بر سر آن مرد غر میزد دکتر هون از خودش میپرسید چه چیزی در من جریان دارد که باعث بروز این مسئله در او شده است. چگونه میتوانم 100% مسئولیت پذیر باشم و مسئولیت این رفتار را قبول کنم؟ این انرژی را به سمت عشق و روح الهی ارسال کرد. سپس این 3 جمله را بر زبان آورد. سپاسگزارم، دوستت دارم، متاسفم. روح الهی در پاسخ به این مناجات گفت توصیه من این است که او آب بیشتری بخورد. دکتر هون رو به من کرد و گفت میدانم که چگونه باید پاکسازی کنم تا او به آنچه لازم است برسد و من نیز به آنچه لازم دارم برسم. رابطه او با خدا رابطه 2 طرف است. او با خدا صحبت می کند و خدا پاسخش را می دهد. من هم اگر درون خودم را پاکسازی کنم همانطور که خدا افراد را می بیند من هم خواهم دید. می خواستم با او بیشتر صحبت کنم و به آگاهی بیشتری برسم. بنابراین از او خواستم با هم دوباره دیدار کنیم.
او این دعوت را نپذیرفت و گفت که روح الهی به او میگوید که تو از یک آگاهی درونی برخورداری. حرف او مرا بسیار شگفت زده کرد، چون تأییدی بر آموزش‌های من بود. در هر حال آنچه امشب فرا گرفتم این است. 1. با چشمان خودم دیدم که دکتر هول انرژی منفی آن زن را به انرژی مثبت تغییر داد و باعث شد آن زن به جای سرزنش مرد از او تقدیر و تشکر کند. 2. دریافتم که درباره زن و آب چگونه قضاوت کنم و این قضاوت و پیش داوری درست نبود. 3. به قدرت روش و تکنیکی پی بردم که دکتر هول برای پاکسازی خودش استفاده می‌کرد. 4. به این نتیجه رسیدم که جملات دوستت دارم و سپاسگزارم ورد زبانم باشد و آن را تکرار کنم. سخنانم را بر سر میز شام اینطور آغاز کردم که چگونه خبردار شدم که درمانگر مرموزی تمامی بیماران بستری در بخش روانی یک بیمارستان روانی را شفا داده. همه از صحبت‌های من تعجب کرده بودند و با دقت به حرف‌هایم گوش می‌دادند. از آنجایی که دکتر هول و من قصد داشتیم کم و بیش مثل سقراط و افلاطون بحث آزاد صورت بگیرد، از افراد خواستم که سوالات خود را بپرسند. اما تفاوت این بحث این بود که من چندان شباهتی به افلاطون نداشتم. دکتر هول سخنانش را اینطور شروع کرد: پس از همه این بحث‌ها باید نکته‌ای را برای شما بگویم. احتمالاً برای شما این سوال به وجود می آید که خب باورها چه می شوند؟ احساسات چطور؟ و اموری از این دست. من با این مسائل درگیر نمی شوم و به آنها نمی پردازم. ولی از آنجایی که به هر حال چنین پرسش‌هایی را طرح خواهید کرد، مجبورم در این باره نیز کاری بکنم. مثل این است که دستم را به سوی چیز داغی ببرم که می‌دانم خواهد سوخت و به محض احساس سوزش آن را پس بکشم. از این رو من وقتی مسئله پیش می آید و یا قبل از اینکه اتفاق بیفتد پیش از آن فاصله می گیرم که اصلاً چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. برای مثال قبل از اینکه به این سالن وارد شوم با او صحبت کردم. از او نامش را پرسیدم. این تالار مقدس است چون نامی دارد. سالن نام خودش را به من گفت. سپس از او پرسیدم آیا اشکالی ندارد وارد تو شوم؟ برای مثال قبل از اینکه به این سالن وارد شوم با او صحبت کردم. از او نامش را پرسیدم. این تالار مقدس است چون نامی دارد. سالن نام خودش را به من گفت. سپس از او سوال کردم آیا اشکالی ندارد وارد تو شوم و به من اجازه خواهی داد؟ تالار پاسخ داد اشکالی ندارد. می توانی تا زمانی که مرا دوست داری وارد شوی. اما اگر اتاق چنین اجازه‌ای به من نمیداد باید چه می‌کردم؟ نکته اینجاست آن زمان لازم بود به درمان خود بپردازم و به اصطلاح شفا بیابم. در واقع زمانی می‌توانم وارد این اتاق شوم که همه مشکلات من برطرف شده باشند و من شفا پیدا کرده باشم. بنابراین مایلم مطمئن باشم که شفا یافتم و حداقل برای لحظه‌ای بدون مشکل هستم. قصد من این بود که کسانی که در این جلسه شرکت کردند دکتر هول و روش او را بشناسم و آمادگی این کار را پیدا کنند. بنابراین در میان صحبت‌های او از همه حاضران خواستم که با دقت و قلب و ذهنی باز به حرف‌های او گوش دهند و چیزی را از قلم نیندازند. وقتی در برابر دکتر هول هستید هرگز نمی‌توانید حدس بزنید که او چه می‌گوید یا چه خواهد کرد. او رو به حاضران کرد و گفت در هر لحظه میلیون‌ها واحد اطلاعات در اطراف ما شناورند و ما در هر لحظه شاید حداکثر از 20 واحد آگاه باشیم. این موضوعی بود که او بارها به سراغش می‌رفت و درباره آن صحبت می‌کرد. لب کلامش هم این بود: هیچ سرنخی نیست و ما درباره هیچ چیز اطلاعی نداریم. او ادامه داد برای مثال هیچ کسی چه در میان ما و چه بیرون از گروه ما نمی‌داند علت سرطان سینه چیست. در واقع اطلاع اندک ما از میان اطلاعات بیشماری که جریان دارد نشان می‌دهد ما از هیچ چیز آگاه نیستیم. او توضیح داد علم هم به طور قطع و یقین نمی‌داند که در زندگی ما چه می‌گذرد و چه اتفاقی در حال رخ دادن است. حتی ریاضیات هم به دلیل وجود صفر ابهام دارد و نمی‌تواند به این سوال پاسخ دهد. چارلز سیف در انتهای کتابش به نام صفر، زندگی نامه یک ایده خطرناک، نتیجه می‌گیرد که تنها چیزی که دانشمندان از آن آگاهی دارند این است که جهان از هیچ پدید آمده و گسترش یافته و به سوی همان هیچی که از آن آمده است باز خواهد گشت. دنیا از صفر و خلا شروع شده و به همان ختم می‌شود. دکتر هول از این سخن نتیجه گرفت. به دلیل اینکه همه چیز به صفر برمیگردد من ذهنم را به وضعیت صفر بردم. این وضعیت نام‌های گوناگونی دارد.
مانند وضعیت صفر، وضعیت تهی، خلا، وضعیت خالی، خلوص و پاکی و بی‌مرزی. در این وضعیت مرزی نیست و اطلاعاتی در آن وجود ندارد. در واقع خالی و تهی است. می‌دانم که من مثل همه مردم از چیزی که در لحظه اتفاق می‌افتد آگاه نیستم. بنابراین همیشه ذهنم را به حالت صفر برمیگردانم و قصد نیز این است که همیشه در این وضعیت باشم. هرچند که می‌توانستم در چهره افراد تشخیص بدهم که جذب سخنان دکتر هول شدند، ولی برای عده‌ای نیز همچون من هنوز قضیه روشن نشده بود و ابهام داشت. دکتر هول باز هم سخنانش را ادامه داد و گفت فقط وقتی ذهنتان در وضعیت صفر است چیزی در آن خلق می شود و این پدیده همانی است که به آن الهام می گویند. اما اگر بخواهید ساختار کلمه هاوایی را بدانید باید با زبان مردمان این منطقه آشنایی داشته باشید. ها در زبان این مردمان به معنی الهام است. وای به معنای آب و آی به معنای روح الهی است. هاوایی یعنی عطر یا آب الهی و نام هاوایی از اینجا آمده است. طبق این بررسی در ساختار این واژه کلمه هاوایی خود نوعی پاکسازی است. هر جا که باشم دور و برم را بررسی می کنم. مثلا اگر وارد اتاقی می شوم می پرسم چه چیزی در اینجا هست که از آن خبر ندارم و باید آن را پاکسازی کنم. گاهی اوقات در این باره هیچ نمی دارم و بنابراین یک فرایند پاکسازی را انجام می دهم که هاوایی نام دارد و به واسطه آن هر گونه داده ای را که لازم باشد و حتی از آن آگاه نباشم به دست می آورم و به سوی صفر بازگردانده می شوم. فقط صفر است که ارزش حضور را دارد. این را هم باید بدانید که ذهن در هر لحظه فقط می تواند از یکی از دو اربابش اطاعت کند یا در خدمت هر آنچه در ذهن می گذرد باشد و یا اینکه به خدمتگزاری الهام بپردازد. آن چیزی که غیر از الهام است خاطره نامیده می شود. موضوع داشت جالبتر هم می شد. دکتر هول این بحث را بیشتر توضیح داد. مرحله اول که به توضیح آن می پردازم هوش الهی است. در واقع تمامی این الهامات از هوش الهی که در درون شما وجود دارد سرچشمه می گیرد. بیرون از شما نیستند. نیازی نیست که برای کسب آنها به جایی بروید. اصلا هم نباید کسی را بیابید. همین الان در درون شما هستند و می توانید آن را در درون خود بیابید. سطح بعد از هوش الهی که بسیار ساده و قابل درک بوده خود برتر یا ذهن فراآگاه است. کسانی که بومی هاوایی هستند به ذهن فراآگاه آوماکوا می گویند که مشتق از دو واژه آو به معنی در تمامی زمانها و مکانها و ماکوا به معنی روح الهی یا خداست. واژه آوماکوا در لغت به این معنی است بخشی از وجود شما محدودیت ندارد و فارغ از زمان و مکان است و دقیقاً می داند که چه خبر است. پس از سطح دوم وارد سطح سوم می شوید و آن ذهن خودآگاه است که در زبان بومیان هاوایی به آن یوهان می گویند. پس از سطح سوم سطح چهارم و آن ذهن نیمه آگاه است که بومیان هاوایی به آن یونی هیپیلی می گویند. باید سوال من کیستم سوال کلیچه‌ای باشد که همیشه به طور مداوم از خود می‌پرسید. بنابراین آنچه در اینجا با شما در میان می‌گذارم این است که هویت شما دارای 3 بخش است. بدانید که این ذهن خالی است، اما اگر این ذهن در صفر است پس شما که هستید؟ شما موجودی الهی هستید یا همان صفر؟ پس اصلاً چرا باید بخواهید که در صفر باشید؟ زمانی که شما پاکسازی می‌شوید در وضعیت و حالت صفر قرار می‌گیرید. در این زمان شما تجسم و تصویری از روح الهی هستید. وضعیت صفر یعنی حالت خلا و پاکی و خلوص. در این حالت همه چیز برای شما فراهم است. بنابراین خواستم از شما این است که به طور مداوم به پاکسازی خود بپردازید و از روح الهی کمک بگیرید. برای اینکه قدم در وضعیت صفر بگذارید، باید ذهن خود را از همه خاطرات پاک و خالی کنید. این خاطرات زباله‌ها و تفاله‌هایی هستند مانع حضور روح الهی در وجود شما می شود. زمانی که این زباله‌ها را بیرون بریزید، الهامات از سوی روح الهی در وجود شما جاری می شوند و تمام وجود شما را فرا می گیرند و این گونه از قید و بندی رها می شوید. حتی نیازی هم ندارید که بدانید رها شده اید و در اکثر مواقع نیز چنین است. اینکه بپرسیم کجاست
من که پاکسازی شده ام، پس بگویید که در کجاست بیشتر کار کنم و به پاکسازی خود بپردازم. بی‌معنی است. در اغلب مواقع نخواهید دانست و او باید در وجود خود شما باشد. در این وضعیت شما تجسمی از روح الهی شده اید و به حالت خلا و بی‌مرزی رسیده اید. در واقع این وضعیت بی‌نهایت است. وقتی ذهن خودآگاه می‌فهمد که گیر افتاده است، بیشتر گیر می‌کند. این همان چیزی است که مردمان هاوایی آن را کوکای پاآ مرا ببخشید می‌نامند، که به معنی یبوست ذهنی است. در میان جمع فردی پرسید: یعنی همیشه من باید خود را اصلاح کنم، حتی زمانی که دیگری مشکل دارد؟ دکتر هول تصریح کرد: اگر با کسی چالش و مشکلی دارید، قطعاً با خود او چالش ندارید، بلکه خاطری در شما رو می آید و به آن عکس‌العمل نشان می دهید. این همان چالش شماست، نه ارتباط با آن شخص. من روی افراد زیادی کار کردم، از جمله کسانی که حس می کنند با دیگران مشکل دارند. یک گروه هم کسانی هستند که از همسر خود نفرت دارند. یک بار خانمی درباره تنفر به همسرش با من صحبت کرد و در فکر مهاجرت به نیویورک بود تا در آنجا موقعیت بهتری بیابد. اما زمانی که درباره او با روح الهی مشورت کردم، پس از آن روح الهی گفت او به هر جا که برود خودش هم با او می رود و زندگیش همین گونه رقم می خورد که الان هست. دکتر هول سپس توضیح داد که وقتی کسی برای یک جلسه درمانی با او تماس می گیرد، او به درون آن شخص که تماس گرفته است نمی نگرد، بلکه برای درمان او از درون خودش شروع می شود. او دوباره ادامه داد: دختری با من تماس گرفت و مشکل خود را این گونه تشریح کرد: مادری 92 ساله دارم که چند هفته از پادرد شدیدی گرفته که علتش مشخص نیست و نزد پزشک که می رویم او هم دلیل آن را نمی فهمد. هنگامی که او با من حرف می زد این سوالات را از روح الهی پرسیدم: چه چیزی در من جریان دارد که موجب این درد در آن بانو شده است؟ چگونه می توانم این مشکل را در درون خودم اصلاح کنم تا او شفا یابد؟ همان لحظه پاسخ این سوالها را دریافت و بر همان اساس عمل کردم. زمانی که 2 هفته سپری شد دوباره تماسی از آن دختر دریافت کردم، مبنی بر اینکه حال مادرش بهتر شده و در حال بهبود است. البته این بدین معنی نیست که مشکل دیگر نخواهد بود، چون آنچه به صورت مشکل جلوه می کند اغلب دلایل متعددی دارد و ممکن است تحت تاثیر یکی از عوامل دوباره بروز کند. ولی چنانچه لازم باشد من باز هم روی خودم و نه روی او کار خواهم کرد. شخصی سوال دیگری مطرح کرد و گفت: مسئول جنگ بین کشورهای خارجی کیست؟ آیا در این مورد نیز شما خود را مسئول می دانید؟ دکتر هول در پاسخ به این سوال گفت: بله، پیش از این گفتم که من خود را مسئول تمام مشکلاتی که وجود دارد می دانم. من مسئول تمام آنها هستم و به همین دلیل هر روز خودم را پاکسازی می کنم تا جنگ ها تمام شود. ولی نمی توانم به روح الهی بگویم که حال که من خودم را پاکسازی می کنم می خواهم که تو هم فکری به حال آن مشکل بکنی و این جنگ ها تمام شود. فقط خداست که می داند ممکن است چه اتفاقاتی رخ بدهد. من تنها سهم خودم را انجام می دهم که به معنی پاکسازی است و به تخلیه بیمارستانی که در هاوایی بود شباهت دارد. در حال حاضر دیگر در هاوایی هیچ بیمارستانی برای نگهداری از قاتلان روانی وجود ندارد. دیگر نیست. من سهم خودم را به بهترین وجهی که می توانستم انجام دادم. احتمال داشت اگر در ادامه آن باز هم پاکسازی را ادامه می دادم بهتر از الان نتیجه می گرفتم و مشکلات بزرگتری حل می شد. اما من هم مثل شما یک انسان هستم و می توانم تا اندازه‌ای تلاش کنم. بقیه آن دست خداست. از لحن دکتر هول مشخص بود که خسته شده است و می خواهد جلسه را پایان دهد. این جلسه به دلیل سخنان جالب دکتر هول برای همگی ما خیلی پربار بود. ولی ماجرا در آن شب به پایان نرسید و باز هم ادامه داشت. صبح فردای همان شب به اتفاق دکتر هول، الیزابت مکال، نویسنده کتاب تائوی اسب‌ها و چند تن دیگر به صرف صبحانه مشغول بودند. جالب اینجاست که زمانی دکتر هول به من نزدیک است، احساس آرامش خاصی در وجودم دارم. به طور دقیق علت آن را نمی‌دانم. البته حدس‌هایی می‌زنم، شاید حالت صفر را حس می‌کنم و پاکی او مرا به حالت روحانی می‌برد. شاید هم نه، کسی چه می‌داند؟
ناگهان به این فکر افتادم که یک برنامه آخر هفته داشته باشیم و اسم آن را هم چیزی شبیه آخر هفته تجلی خواسته ها بگذاریم. نمیدانم این فکر از کجا به ذهنم رسید و آن را خواندم، یا حداقل در آن هنگام نمیدانستم که از کجا آمده. اکنون میدانم که الهامی از سوی روح الهی بوده، زیرا در آن لحظه من در وضعیت صفر بودم. در حین صرف صبحانه به نظرم فکر خوبی می آمد، اما این برای من تنها یک ایده بود که در زمان صرف صبحانه به ذهنم رسیده بود و من علاقه به آن نداشتم. این ایده برای من جذاب نبود چون فرصتی برای پرداختن به آن نداشتم. پروژه ها، سفرها، مسابقات بدنسازی، ترفیعات و خیلی کارهای دیگر وقتی برای من نگذاشته بودند. بنابراین نتیجه گرفتم تنها کاری که میتوانم در برابر این ایده انجام دهم این است که آنقدر صبر کنم که فراموشم شود، غافل از اینکه این راهکار چاره‌ساز نیست و ایده مورد نظر دست از سرم بر نمی‌دارد. دکتر هون پیش از این در بین آموزش‌هایم به من گفته بود اگر ایده‌ای به ذهنت رسید و چند بار آن را پاکسازی کردی ولی همچنان از ذهنت بیرون نمی‌رود، بنابراین آن را عملی کن. این ایده هم چند روز بود که در ذهنم جایگیر شده بود و هر چه پاکسازی می‌کردم از ذهنم بیرون نمی‌رفت. بنابراین هرچند هیچ تمایلی به عملی کردن ایده مورد نظر نداشتم، ولی ایمیلی نوشتم و به همه دوستانم فرستادم و با نتیجه عجیبی روبرو شدم. 2 دقیقه از ارسال ایمیلم نگذشته بود که نخستین فرد تماس گرفت و برای این گردهمایی ثبت نام کرد. شاید حسی او را پشت کامپیوترش نشانده بود و ترغیب کرد که برای حضور در این گردهمایی ثبت نام کند. ثبت نام از شرکت کنندگان در این گردهمایی بسیار آسان‌تر و سریعتر از آنچه فکر می‌کردم انجام گرفت. من می‌خواستم تعداد افرادی که در این گردهمایی شرکت می‌کنند از 25 نفر تجاوز نکند، اما فهرست ثبت نام نشان می‌داد 2500 نفر ثبت نام کردند. واقعاً من انتظار چنین استقبالی نداشتم. از طرفی در هیچ کدام از سمینارهایم این تعداد شرکت کننده حضور نیافته بودم و به همین دلیل من بسیار نگران بودم. نگران از اینکه این کار را چطور انجام دهم. این نگرانی‌ها در ذهنم انباشته شده بود و مرا اذیت می‌کرد. بنابراین درباره آنها با دکتر هون صحبت کردم تا راهنماییم کند. دکتر هون در مقام راهنمایی به من گفت برای اینکه بر این نگرانی‌ها غلبه کنی برای این گردهمایی برنامه‌ریزی نکن. توصیه من این است که همه چیز را به روح الهی بسپار. او همه چیز را به صورت عالی پیش میبرد. این مسئله که گردهمایی را بدون برنامه‌ریزی برگزار کنم برای من که همیشه کارهایم را با برنامه جلو می‌بردم بسیار دشوار بود. بنابراین در پاسخ او گفتم این کار برای من بسیار سخت است چون همیشه در سمینارها و سخنرانی‌هایم با برنامه عمل می‌کنم. قبل از اینکه طرح برنامه بریزم، ابتدا متن سخنرانی، سپس بروشور و پاورپوینت آن را آماده می‌کنم. اینکه بدون برنامه‌ریزی در این کار جلو بروم در نظر من ناممکن است. مگر چنین عملی ممکن است؟ زمانی که برای سخنرانیم برنامه‌ها را می‌چینم، احساس آرامش می‌کنم و اطمینان خاطر دارم که برنامه موفقیت‌آمیز خواهد بود. دکتر هون با نظر من مخالف بود و گفت زمانی می‌توانی این مشکل را حل کنی که خود و اوضاع را به روح الهی بسپاری و از او کمک بخواهی. با شنیدن این حرف متوجه شدم که او هم متوجه این مشکل شده و احساس می‌کند باید به من کمک کند. بنابراین به پاکسازی خود نیز می‌پردازد و این کار را در درون خود انجام می‌دهد. در اینجا نیز همه چیز به اشتراک گذاشته شده. تجربه شما هرگاه از آن آگاه شوم. تجربه من نیز هست و بالعکس. بنابراین ما در تجربیات یکدیگر سهیم هستیم. تصمیم گرفتم به نصیحت دکتر هون گوش بدهم و به هیچ عنوان برنامه‌ریزی نکنم. اما تنها در یک جا کم آوردم و به تهیه بروشور پرداختم. اما در طول سخنرانی از آن استفاده نکردم چون من به بروشور اشاره‌ای نکردم. حاضران در جلسه سخنرانی نیز از آن استفاده نکردند. سرانجام جلسه سخنرانی سر ساعت مقرر آغاز شد، اما واقعا نمیدانستم میخواهم چه بگویم و از کجا شروع کنم. بنابراین رو به حاضران کردم و گفتم من اینجا حضور یافتم که در کنار شما باشم ولی نمیدانم چه بگویم. همه حاضران به این حرف خندیدند. گفتم نه جدی میگویم، اصلا نمیدانم که باید چه بگویم. باز هم همگی خندیدند. نمیدانستم چه بگویم ولی در یک ثانیه جرقه‌ای در ذهنم زده شد که درباره دکتر هون، هوآپونوپونو و مفهوم خودتان، واقعیت خودتان را خلق کنید. صحبت کنم. حاضران از این موضوع بسیار استقبال کردند.
در ادامه برای آنها این گونه توضیح دادم: اگر در زندگی شما کسی هست که شما او را دوست ندارید و با او مشکل دارید، بدانید که مشکل از درون شما آغاز می شود و این شما هستید که او را این گونه ایجاد کرده اید. با این توصیف شما واقعیت وجودیتان را به وجود می آورید. بنابراین او را نیز شما نیز به وجود آورده اید.